افغانستان بگویند که جنگ بالای کرسی ها و چوکی هاست. در روز اولی که من مصالحه را اعلان کردم من گفتم جنگ بالای چوکی ها نیست، من حاضر هستم. قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی و مقام در صورتی که صلح تامین شود بلکه از جان خود هم میگذرم. انسان را کلام است، لفظ است. کاغذ پاره میشه، مردم افغانستان میگه، ولی زبان پاره نمیشه. و شما میبینید قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم تا اونمو عرصه‌ای که بالاخره مردم افغانستانی قضاوت را امین اکنون در بازارها انجام میتن. شما میشنوید دعوتی که من سپرده بودم وقتی که جهان و ملل متحد میگه که صلح را میارم، من اعلامیه خود صادر کردم که من هر وقتی که اینجا حکومت موقت به وجود بیاید و ضمانت های ملی و بین ملی از اقتدار برایشان میگذارم. بگذاریم در شرایط چنین دشوار کشور ما کسی هم پیدا شود که با آواز رسا بگوید که به خاطر خدمتگزاری به مردم و به خاطر تامین صلح در کشور که دیگه اشک یتیمان دیده نشه، که دیگه زندگی خوشبخت و آرام برای مردم افغانستان تامین شود، ما از این کرسی ها و چوکی ها و از این مقام ها تیر هستیم. میفهمین چی معنویت بزرگ است؟ برای بار اول در تاریخ شما این مسئله رو میشنوید. چی حجر بزرگ داره نزد خداوند؟ من که میگم که ان الله علیم